سلام به همگی. سلام بچه‌ها. اومدیم چی بازی کنیم؟ پیچ پیچی؟ بازی نه دورز. پیچ پیچی بازی نمیکنیم. یه بازی ترسناک تو روبلوکس. ترسناک اصلا بچه اینترنت رو بنازم. اینترنت همیشه تو بازی میدونه. بله الان فکر کنم صدا کیارش شمارتون بد بیاد. بیب ای من اینجا رو تا رو ندیده بودم بچه. اینجا کجاست؟ یا خدا. کجا؟ من بیرون در دورزم. من دم در اسپایک دم داره. دو نفره منتظرتیم. بیا برو توی 2 نفره برادر. من نمیتونم بیام تو. اومدی اسکان اومدی. من بیرونم. بچه اینترنت هم اصلا خداست. ببین بچه این ویدیو طولانی 30 دقیقه میشه. 30 دقیقه نه 20 دقیقه. آره 20 دقیقه. این چه؟ این دکمه چی بود؟ بیا بایستا منم میام. کلیدو بردار. بای بای. کیارش برامون کار میکنه منم نگاه میکنم. کلید نمیدونی؟ این کوری بدبخت. بغلتو نمیبینی؟ بچه کیارش خودتون چیکار میکنه؟ کور شده. لژندا میفهمن. کلا 11 سالشه. الان دارک شد. اصلا راه رفتنت خداست. ببین کیارش. آها وایستا اگه در اشتباهی رو بریم الان این 5 یه دفعه 7 رو داریم و باید 6 رو بریم. کجایی؟ 6 7 داداش 7 رو نباید میرفتی. 6 رو نرفتی. 6 رو نرفتی. نو اینجا اتفاق میفته. من نمیام. نیفتاد زایی شدم. خب اینجا کیارش کو. غیر اینو نرفته. بچه ویدیو تمومه. آدم ویدیو لذت برده باشید. نه من میخوام مثل این خفن رو برم. یه گم شو بیرون. نفست میگیره اون تو بخوری میمیدی. به خاطر کمود هم میتونی بمیدی. بایستا اینجا باید پایین رو نگاه کنی. پایین فقط نگاه کن. دارم کفش میدونم. حتی عمل کفش دارم. داداش اینجا نباید تاریک باید. پایین نگاه پایین نگاه میکن. برقا اومد. اینجا داره چنده؟ در 14. شانسی. بیان تنها برم جر میخورم. بچه اون خطر بینید نصفه چیزه. اون جونمونه. جرمون دو دنیا رو اونجا بود. ببین جونمون نصفه. کجا هست؟ من یه جا مخفی شدم. اون تلپورت شد. ازا چرا اومدیم اینجا؟ اسمه احمق شدیم. ما تو در 56 رفتیم. آها بچه این دروغ زیاد میگی. طبیعیه. نه یادتون. خب پایین نکن. پاگور نکن. پایین نکن. خب بیا این پایین نکن. کجا رفتیم؟ هیولای پقلم بود. جونم یه تیکه است. فقط چه باید بود دوی. فقط بود دو.
برگرد برو تو کمد برو تو کمد. خب بچه برای ما دعا کنه داریم جر میخوریم. من مردم. یعنی چی مردی؟ مردم داداش چجوری مردی؟ این منم. چی؟ مردی؟ آره میخوام برم اسپکتت. نمیشه اسپان حیله جنازه منه. داداش چجوری مردی؟ نه نمیدونم تو تاریکی اومدم بیرون. ریوایف تا 10 ثانیه دیگه است تو فکر کنم. من همینجا وایس. منو ریوایف کن جان مادر. بذار میتونم حداقل بهت بگم خیلی کن. من نمیتونم ریوایف شم الان کانتنت خراب میشه. لف بده. هی شانس ما میبینید چقدر دور سخته. آقا بیوفر منو بریم بازی دیگه. خب ما غیر از اینجا کجاست؟ خب بیا این اکسیت 8 بازی کن. ویدیو رو قطع کن. یه بچه چه سلام میکنی اسکول 2 دقیقه پیش داشتیم دورز میگرفتیم قیافه رو جون. خب بچه ما دیگه اومدیم یه بازی اکزیت 8 بازی کنیم. کیارش مرد. آره خب این بذار به بچه توضیح ببین الان ما باید 8 اتاق رو بتونیم فرار کنیم. مثل یه دونه چی میگم بهش چی بفهمونم انگار راه میری هرچی دوباره میری همینجا. ولی اگه دیدی تو مرحله بعد همه چی درسته باید همه چی شبیه هم باشه. نکن مثلا این تابلو الان این شکلی تو اتاق دیگه مثلا این یه شکل دیگه است. ما باید اون رو برگردیم ولی اگه درست باشه باید بریم جلو تا به 8 برسیم. خب همه این باید به این چراغ و چندتان و این یارو مرتیکه کیه؟ مرتیکه بیا. خب اول مرحله که همشه درسته. حفظ باید بکنیم. احمق چه گویی میخوری؟ بابا چرا رفتی؟ درسته. خب میدونم درسته باید حفظ کنیم. خب قشنگ به همه چی دقت کن. نه اشتباه. پوشش خنجره. پوشش خنجر چه؟ خنجر اسم اون یکی چی بود؟ یس مرحله 2 میبینین الان بازی کنم متوجه شدیم بچه. من رفتم چه خوش دیپی. این نیست چشم. آقا اصلا ایزیه ایزی. داداش معلومه. خب اینجا ببین میریم از صفر شروع میکنیم. مرتیکه اسم یارو مرتیکه است. به مرتیکه دقت کن قشنگ. مرتیکه آدم خوبیه. همه چی درست. نه وایسا. این اینجا 3 تا در بود. اینجا قبلا 3 تا در بود. به خدا میرفتیم در صفرون. ببین جرت میدونم. آقا ایزی ویدیو تو 5 دقیقه تموم میشه اصلا. ببین مرحله 4 چی میخوای دیگه نشون بدی؟ ما همه چی رو رفتیم. مرتیکه اینجا. مرتیکه این درا خیلی فاصله ندارن. نه درست. مطمئنی؟ آره بیا. این در اینجا نبود؟ نه بیا. اشتباه دارم. بریم باشه و ببین. بنازم. خب خدا شکرت. مرحله ببین کلا 3 تا مرحله مونده. من مرتیکه رو ببین. اوه واسه نو بزن اینجا.
نه وایسا، من نمیدونم، من باید ببینم. مرتیکی کجا رفت؟ رفتش عادی بود. مرتیکی بود. اوکی. نو بزن. وایس ببین، به خدا اشتباه باشه اصلا دیگه همه چی عادی بود. غیر از این چی داریم؟ آره راست. بابا بناز آقا، ویدیو آریا کیوکسر تو 1 ساعت داشتیم بازی میکرد، ما توی 1 دقیقه. واقعا تو زیاده. او اشتباه نه هیچ. اشتباه نکنید. درسته دیگه. حالا فکر کنم فاصله درا به خاطر 1 سانتیمتر اشتباه باشه. نه بابا فکر کنم درسته همیشه. نه این تابلو حس دارم. نه تابلو درسته، من قشنگ تابلو رو حفظم. این آخه بیا ببین اشتباه چجوریه. وای من 9 رو زدم. یس 7 لحظه قلب من بکنم اشتباه زده. ما بچه ما خود اینجا ببین اشتباه. خب ما بچه بازی تو 1 دقیقه تموم کردیم. بازی بچه سالها بازی میکنم. بازی معلوم هست این یه خیلی سخته. از اینجا به بعد تازه متروش مونده، تازه مرحله اول بود داداش. وای مترو خیلی سخته بچه ها. مترو اصلا میسینگ گم شده ما که رو الان دیدیم. اسمش مرتیکه بود. اینجا که اصلا بسته بوده. همچه کسی وجود مرتیکه به ما خیانت کرد. مرتیکه واقعا آقا خونه تاریکه، من جرأت ندارم برقو بزنم. یکی کمک کنه. آهنگ خفه شد. بچه خدافظ. امیدوارم از این ویدیو خودشون باشید که اومده باشید. پارت 2 رو حتما میذارم. پارت 2 تو 4 دقیقه و 18 ثانیه. ببین ما خودمون تشکر میکنم. پارت 2 فردا شاید بذاریم یا همین امروز نمیدونم چی. حالا پارت 2 یه وقت واسهتون میذارم. بابا این چرت و پرت میگه. خب بریم الان پارت 2. نه میخوایم پارتیش کنیم. الان باید دیگه خداحافظی کنیم. پارتی بچه برقصیم. پارتی خداحافظ بچه. تا ویدیو بعد، تا پارت بعد اگزیت بغلی بده 6. خدافظ. چی شد؟ خداحافظ. بابا بچه برید. خب بچه نمیخوام برید. بچه